من راجع به اقتصاد چی میتونم بگم؟ اقتصادی که من زنده توش زیر خط فقرم، ولی اگر دیمو بذارم تو بانک سود ماهیانش بالای خط فقره. یعنی مرده من از زنده من خوشبخت‌تره. من مستاجرم و دارم اجاره میدم مبلغی رو که وقتی من محصل بودم بابام باهاش خونه خرید. من ماهی یه خونه دارم اجاره میدم. الان دم عید هر یک دونه پسته 5000 تومنه. یعنی شرایط اقتصادی جوریه که تو عید دیدنیا حتی شوهرعمه ها روشون نمیشه پرسن چرا ازدواج نمی‌کنی. دم عید و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی 1 کیلوگرم اسکناس 1000 تومنیه. البته نگران نباشید، یخزده وارداتیش هست که میشه صف وایساد و به شکل قسطی خریداری کرد. دقت کنید، ماشین نیست، گوشته که باید صف وایسیم و قسطی خریداریش کنیم. اوضاع جوریه که رسما اومدن تو تلویزیون اعلام کردن، گفتن اگر مریضید و داروی ایرانی نمیکشتتون بخورید. دیگه تا دم مرگ حالا اشکال نداره، ولی قحطی نداریم. اوضاع یک جوریه که به شکل مستقیم همه جای شهر رو که نگاه کنید مستقیما تبلیغ تن فروشیه. ولی نگران نکنید خودتون، راجع به اون چیزی که شما فکر می‌کنید حرف نمیزنن. راجع به فروش قرنیه حرف میزنن، کلیه حرف میزنن، کبد، مغز و استخون، که از هر کسی که بپرسید بهتون میگه که این تن فروشی از اون تن فروشی هم سیاه‌تره، هم بدتره، هم وحشتناک‌تره. خب نظرها با هم فرق داره دیگه. ولی نگاه کنید سنا رو که اکثرا بازه 20 الی 27 سالن، جوونن. نگاه کنید که تعداد کسایی که خودشون رو میندازن جلوی ماشین که دیهشون برسه به خانوادهشون. حتی خیلی در مورد خودکشی اینها تحقیق نکنید. نبینید اکثر میانگین سنی‌ها چقدره. نبینید که خانمای خانه‌دارن، دانشجوان، کارمندن، بیکار نیستن، معتاد نیستن. ما هم اشتباه کردیم نگاه کردیم، چون نگاه میکنیم باید بریم اینجا بگیم، بعد اینجا میگیم میشه سیاه نمایی. ملت ایران ملت شریفیه، ما با سیلی صورت خودمون رو سرخ نگه می‌داریم. ولی از همین تریبون میخوام از مردم خواهش کنم یه ذره شل کنید. خیلی خوب داریم صورتمون رو سرخ میکنیم، واقعا باورشون شده ما داریم. یعنی من الان میترسم که بگم که حتی نای اینو نداریم با سیلی صورتمون رو سرخ کنیم که دوستان در دولت بیان تو بسته معیشتی بعدی برای ما به تعداد اعضای خانواده سیلی در نظر بگیرن. حقیقت شما دارید بحث میکنید که میتونن اقتصاد رو درست کنن یا نمیتونن، اما از نظر من برخی از مسئولین وسط هستن که اصلا نمیخوان. خیلی ساله برخی از مسئولین دارن تبلیغ فقر میکنن. من از وقتی که یادم میاد تو سریال های ایرانی هرچی آدم خوبه، فقیره، مستاجره، بدبخت، گشنه است، هر کی پول داره یا خلافکاره یا حداقل دیگه مشکلات خانوادگی داره.